به نام خداوند بخشنده و مهربان. سخن چند در مورد رزق. رزق نه تنها مال است، سلامتی رزق است، عقل هم رزق است، علم و دانش هم رزق است، فرزند صالح و رفیق صالح نیز رزق است. عموما تمام نعمتهای الله تعالی همه اش رزق هستند. شیخ محمد متولی الشعراوی رحمه الله در جای می فرماید که المال هو ادنى درجات الرزق، مال پسترین درجه های رزق است. والعافیت اعلی درجات الرزق، سلامتی و تن صحت بلندترین درجه های رزق است. صلاح الابناء افضل انواع الرزق، فرزند صالح بهترین نوع رزق است. اما رضا رب العالمین فهو تمام الرزق، اما رضاگی پروردگار عالمیان این از تمامیت رزق است. بارك الله في أرزاقكم وعافى أبدانكم وأصلح أبناءكم ورضي الله عني وعنكم أجمعين. الله تعالی در رزقهای شما برکت عطا بفرماید، تنهای شما را صحتمند بگرداند، فرزندان شما را صالح و مصلح قرار بدهد و الله تعالی از من و شما راضی باشد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات